آماده شید بریم تولد. در جریان باشین که من همین الان از هم اومدم و الان میخوام موهامو خوش کنم، چون که خیلی طول میکشه موهامو خوش کنم. میام خوش میکنم و میام دستم روی زمین، چون که میرم بالا اصلا سرم معلوم نمیشه و دوبلم جای بدیه. خب اول از این اسپری موها میزنم که یه جوری هم وزن موها رو میگیره هم گریه موها رو باز میکنه و خیلی به نظرم خوبه. آقا من موهامو خوش کردم و این شو میزنم یه ذره اتو کردم. اول من پرایمر میزنم که اومد به سبزش، چون پرایمرش این شکلیه. الان به سبزش رسیدیم. دارم تو آینه نگاه میکنم، ببخشید. خب آقا میایم سراغ یه کانسیلر که مارکشو نمیدونم ولی خیلی به نظرم کانسیلر خوبیه و یه ذره روشن‌تر از پوستمه. گفتم که مثل پوستم نده. یه ذره میزنیم دوستان، این سرش هم پنبه‌ایه بهتره. یه ذره کانسیلر میزنم، زیاد نمیدونم، حوصله ندارم براشم در بیارم با دست فکر میکنم. چی فکر کردی؟ با دست باید بزنم. میزنم به گونه ها. از فاینل آرایشم اینم از این. حالا اگر شد اونجا براتون فیلم میگیرم از تولد. پیش به سوی مقصد اصلی برنگی. اینم از این ولاگ. خیلی 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 زود میبینمتون.